سلام، وقت همگی بخیر. امیدوارم که همگی در سلامتی و تندرستی کامل در کنار خانواده هاتون به سر ببرید. این فصل هفتم در مورد اعداد تواندار میخوایم صحبت کنیم. اول باید معنا و مفهوم توان رو متوجه بشیم تا بعد بتونیم بقیه قسمت هاشو یاد بگیریم. خب ببینیم، ما از دوره ابتدایی میدونیم که وقتی جمع تکراری داشتیم، مثلا فرض کنید 4 به اضافه 4 به اضافه 4. خب من این جمع تکراری رو با چه کاری خلاصه نویسیش میکردم؟ با عمل ضرب. میگفتم چند تا 4 دارم؟ 3 تا. 3 تا 4 دارم، بعد 3 4 تا میشه چند تا؟ 12 تا. پس با کمک ضرب اومدن خلاصه نویسیش کردم. یا مثلا این عدد شما در نظر بگیرید 3 به اضافه 3 به اضافه 3 به اضافه 3 به اضافه 3. خب 1 2 3 4 5. 5 تا 3 دارم، پس میگفتم 5 ضرب در 3 که میشه چند؟ 15. با عمل ضرب خلاصه نویسیش میکردن، جمع تکراری. خب حالا ضرب تکراری رو با چی خلاصه نویسی میکنیم؟ با کمک توان. مثلا فرض کنید من اینو دارم 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2. خب من اینو میخوام به صورت خلاصه نویسی انجامش بدم. چجوری میام این کار رو انجام میدم؟ ببینید ضرب تکراری هست. نگاه، عدد 2 همونجور داره تکرار میشه، بینش هم ضربه. خب حالا چه عددی داره تکرار میشه؟ عدد 2 داره تکرار میشه. چند بار تکرار شده؟ 4 بار تکرار شده. پس میشه 2 به توان 4. ضرب‌های تکراری رو ما با کمک توان خلاصه نویسی میکنیم. مثلا اینو شما در نظر بگیرید 5 ضرب در 5 ضرب در 5. خب چه عددی داره تکرار میشه؟ عدد 5. چند بار تکرار شده؟ 3 بار. پس میشه 5 به توان 3. یا مثلا حالا همیشه لازم نیست که عدد باشه، میتونه متغیر هم باشه. مثلا A ضرب در A ضرب در A ضرب در A ضرب در A. خب 1 2 3 4 5. 5 بار A تکرار شده، پس میشه A به توان 5. ببینید A که داره تکرار میشه بهش میگیم پایه. خب پایین نوشته میشه و تعداد تکرارمون بهش میگیم توان و بالای سر عدد نوشته میشه. خب این شد معنای توان. حالا مثلا بچه‌ها برعکسش هم هست. مثلا فرض کنید به ما میگه که 7 به توان 2 رو حساب کنید. خب 7 به توان 2 رو من چجوری حساب میکنم؟ ببینید 7 به توان 2. خب 7 به توان 2 یعنی چی؟ یعنی 7 ضرب در 7. خب 7 هفتا 49 تا. پس 7 به توان 2 میشه 49. یا مثلا فرض کنید اینو دارید، مثلا 2/3 به توان 3. میخوام اینو حساب کنم. خب 2/3 به توان 3 رو چی می‌نویسیم؟ می‌نویسیم 2/3 ضرب در 2/3 ضرب در 2/3. خب حالا ضرب‌ها رو انجام میدیم. 2 2 تا 4 تا 4 2 تا 8 تا. حالا میام مخرج 3 3 تا 9 تا 9 3 تا 27 تا. ببینید صورت در صورت ضرب میشه، مخرج هم در مخرج. پس 2/3 به توان 3 شد چه عددی شد؟ 8 27 تا. یا مثلا فرض کنید حالا عدد چند دارم؟ مثلا عدد -4 خب به توان 2. خب -4 به توان 2 یعنی چی؟ یعنی -4 ضرب در -4. خب 4 4 تا 16 تا. حالا چون علامتمون اینجا منفیه، منفی ها رو هم باید ضرب کنیم. منفی در منفی چی میشه؟ مثبت. میشه مثبت 16. خب پس این شد محاسبه اعداد تواندار. حالا کتابتون نگاه کنید، صفحه قسمت اول کتابتون. خب صفحه 85. صفحه 84ش که مقدمه درستونه، خیلی چندان مهم نیست، ولی صفحه 85 این قسمت رو ببینید. این جدولی که آسونه، همین چیزایی که اینجا گفتیم اومده به صورت خلاصه تو این جدول بیان کرده. بعد حالا سوال بعدیش مهمه که گفته عددهای زیر رو تجزیه کنید و بعد به صورت تواندار بنویسید. من برای این نمونه یکی دو تاشو حل میکنم. مثلا ببینید 144 بعد 200 رو حل میکنیم. میخوایم بیام اینو به صورت چی بنویسیم؟ اول تجزیهش کنیم، بعد به صورت عدد تواندار بنویسیم. خب 144 عدد ما چی هست؟ 144. خب 144 رو باید با چه روشی تجزیه کنم؟ با روش نمودار درختی. از تو فصل 5 بلدیم. خب میگیم دو تا عدد که ضربش بشه 144. ببین بچه‌ها، شما میتونید اینو مثلا با ماشین حساب تقسیم کنید. ببین 144 یه عدد زوجه، میتونید 144 رو تقسیم بر 2 کنید.
خب بعد اون عددش پیدا بشه. یا مثلا نگاه کنید الان این 4 و 4 8 8 و 1 میشه 9. به 3 هم بخش پذیره. شما 144 هم تقسیم به 3 کنید میتونید اون عدد رو پیدا کنید. پس می‌بینیم برای اینکه بفهمید چه عددی ضربش میشه 144 باید بیان حالا یا چون عددمون زوجه تقسیم به 2 کنید یا مثلا میتونید تقسیم به 3 کنید. هر کدوم که بزنید عددش پیدا میشه. حالا یا مثلا میتونیم لازم که نیست حتما این کارو انجام بدید. مثلا یکی ممکنه ذهنی بگه. مثلا چی بگیم 12 ضرب 12 میشه چند؟ میشه 144. یا مثلا اگه من بیام 144 رو با ماشین حساب تقسیم بر 2 کنم ببینید چی به دست میاد. الان میشه 72. یعنی من مثلا اینجا میتونم بگم چی 2 تا 72 تا. به جای 12 ضرب 12 چی بنویسم 2 ضرب 72. خب بعد بیام حالا اینا رو تجزیه کنم. فرقی نمیکنه چه بگم 12 ضرب 12 چه بگم 2 تا 72 تا چه 144 تقسیم به 3 کنم. هر عدد که پیدا شد اینجا قرار بدم در کل جوابا باید یکی به دست بیاد. خب حالا من از همین 2 تا 72 تا استفاده میکنم یا میتونم مثلا 12 تا 12 تا بزنم. خب حالا 2 که عدد اول دورش خط میکشیم 72 رو تجزیه میکنم. 8 9 تا میشه 72 تا. عدد 8 رو باید تجزیه کنم میشه 2 4 تا. 2 عدد اول دورش خط میکشم 4 رو تجزیه میکنم میشه 2 تا. بعد عدد 9 رو تجزیه میکنم میشه 3 تا. خب حالا نگاه من میخوام اینو به صورت توان بنویسم. ببین بچه‌ها تجزیه‌مون میگیم 1 2 3 4 تا 2 تکرار شده. پس من میتونم بگم 2 به توان 4 ضرب داره چون تو تجزیه باید بینشون ضرب بذاریم. بعد عدد 3 چند بار تکرار شده؟ 2 بار میشه 3 به توان 2. ببینید 1 2 3 4 بار تکرار شده 2 به توان 4. اینم 2 بار تکرار شده 3 به توان 2. یا مثلا حالا اون عدد کناریش چی بود که بخوایم تجزیهش کنیم؟ عدد 200. خب حالا من میخوام 200 رو تجزیه کنم به صورت عدد تواندار بنویسم. خب 2 تا عدد که ضربش بشه 200 2 تا 100 تا. یا مثلا حالا هر عدد دیگه که پیدا کردین هم درسته. مهم اینه که اون 2 تا عدد ضربش بشه 200. خب 2 تا 100 تا من انتخاب کردم. 2 عدد اوله 100 رو تجزیه میکنم میشه 10 تا یا 2 تا 50 تا فرق نمیکنه. و هر کدوم که بریم باید جوابا یکی به دست بیاد. 10 تا میشه 100 تا. حالا 10 رو تجزیه میکنم میشه 2 5 تا. این 10 تجزیه میکنم میشه چی؟ 2 5 تا. خب حالا دورش خط میکشم. خب حالا میخوام به صورت توان بنویسم. ببینید 1 2 3 تا 2 دارم پس میشه چی؟ میشه 2 به توان 3 ضرب داره. حالا 1 2 تا چند دارم؟ 5 دارم پس میشه 5 به توان 2. 200 رو تجزیه کردم به صورت عدد تواندار نوشتمش. خب حالا مطلب بعدی که تو این صفحه مهمه بچه‌ها صفحه 85 سوال 3 که میگه میاد اون اشتباهات رایجی که بچه‌ها انجام میدن توی مبحث توان رو اینجا اومده براتون نشون داده که شما دقت کنید و اشتباه نکنید. یه چند تا نمونهش که از همش مهمتر و ممکنه بچه‌ها اشتباه کنن من اینجا براتون توضیح میدم. خب مثلا ببینید این مثلا اولیش خب نوشته 4 به توان 2 مساوی 64. خب میخوام ببینم این عبارت درسته یا نادرسته. پس نگاه من الان صفحه 85 سوال 3 رو میخوام بگم. خب میگیم 4 به توان 2 همونجوری که یاد گرفتیم 4 به توان 2 یعنی چی؟ یعنی 4 ضرب در 4. خب 4 ضرب در 4 چند میشه؟ میشه 16. ولی این زده چند؟ زده 64. پس ما میگیم این عبارت چی هست؟ نادرسته. خب یا مثلا پایینش 1/3 خب به توان چند؟ به توان 4. خب حالا 1/3 به توان 4 میشه چی؟ میشه 1/3 ضرب داره 1/3 ضرب داره 1/3 ضرب داره 1/3. باید 4 بار تکرارش کنم. خب حالا ضرب میکنم. ببینید این ضرب جمع نیست تا که جمعش کنید. میگیم یه یکی دوباره یه یکی دوباره یه یکی یعنی کلا ضرب 1 میشه 1. جمع نیست که بگیم میشه 4. خب بعد اینا هم ضرب میکنیم 3 تا 9 تا 9 3 تا 27 تا 27 ضرب در 3 هم میشه چند؟ 81 میشه 1/81. ولی در حالی که تو کتاب اومده چی نوشته؟ نوشته 1/3 به توان 4 مساوی با 4/81. ببینید اشتباهش چی بوده؟ اومده اینا رو جمع کرد در حالی که بین ضرب باید ضربش کنید میشه 1/81. خب
بعد نکته بعدی که مهمه تو این سواله که باید یادش بگیرید اینه که وقتی مثلا من میگم 5 به توان 2 معنای 5 ضرب در 2 نمیده، چون بعضی از بچه‌ها میگن 5 دوتا 10 تا، اینجا می‌نویسن 10. نه، 5 به توان 2 یعنی چی؟ 5 به توان 2 یعنی 5 ضرب در 5 چند میشه؟ 25 میشه. حالا اینجا 5 ضرب در 2 چند میشه؟ 10 میشه. حالا 10 و 25 با هم برابره؟ نه. پس اینم چی بوده؟ اینم غلط بوده. پس نگاه کنید وقتی من میگم 5 به توان 2 یعنی 5 ضرب در 5، نه که بگم 5 دوتا بنویسم 10 تا. این نکته ها رو باید دقت کنید تو توان. بعد یه نکته دیگه‌اش که مهمه تو این قسمت، ببین بچه‌ها این اعداد کسری هست که پرانتز داشته باشه یا نداشته باشه. مثلا نگاه کنید 2/3 خب به توان 2 خب و پایینش این کسره 3 به توان 2 پایین 5. خب ببینید بچه‌ها اینجا یه عدد کسریه که پرانتز داره، توانش هم که گذاشته 2. اینجا هم یه عدد کسریه منتها اینجا پرانتز نداره. این پرانتز خیلی رو معنی سوال تاثیر میذاره. وقتی من مثلا پرانتز داشته باشم به توان 2 باید بیام این صورت و مخرج رو با همدیگه ضرب کنم، یعنی اینجوری می‌نویسم چون گفته توان 2 دو بار تکرارش میکنم 2/3 ضرب در 2/3. حالا برای جوابش هم میگم 2 دوتا 4 تا 3 تا 9 تا. ولی مثلا برای این نمونه وقتی من میگم 3 به توان 2 یعنی چی؟ یعنی 3 فقط اینجا توان 2 برای صورت، دیگه کار به مخرج نداره. چرا؟ چون پرانتز نداره. پس وقتی پرانتز نداشته باشه توان 2 فقط برای چی میشه؟ برای صورت. خب 3 به توان 2 میشه 3 ضرب در 3. خط کسری میکشم، مخرجم که توان دیگه نداره، همون خودش باید بنویسمش. پس این توان 2 چون پرانتز نداریم فقط برای صورته. خب حالا جوابش 3 تا 9 تا. مخرجم چنده؟ 5 میشه 9 پنجم. پس این که توی اعداد کسری گذاشتن یا نذاشتن پرانتز روی معنای سوال تاثیر میذاره. و حتی توی اعداد منفی هم همین اتفاق میفته که حالا تو صفحه‌های جلوتر که بریم یاد میگیریم. خب اینم از این قسمت. بعد سوال 4ش هم که دیگه همون نمونه‌های آسونه که مثلا فرض کنید اومده گفته که a ضرب در a ضرب در a میگین 4 بار تکرار شه میشه a به توان 4. یا مثلا اینجا a ضرب در a ضرب در a مخرج b میگیم 3 بار تکرار شده a میشه a به توان 3، مخرجش که همون b میذاریم. ببین مثلا این a ضرب در a ضرب در a بعد مخرج چی گذاشته؟ b گذاشته. میگه a ضرب در a ضرب در a میشه a به توان 3. بعد مخرجم که یه بار تکرار شده به این شکل می‌نویسیمش. یا مثلا نگاه کنید این بعدی. خب یا مثلا نمونه‌ای که هست دوباره پرانتزه ببینید a b خب به توان 2. خب این یعنی چی؟ یعنی باید این a b رو 2 بار ضرب کنم میشه a b ضرب در چی؟ a b. اینجا ضرب نقطه گذاشتم استفاده کردم 2 بار تکرارش کردم. حالا حتی بچه‌ها من میتونم مثلا اینو بازترش هم کنم. خب اینجا چون بین a b هم ضرب دیگه، مثلا بگم a ضرب در a چی میشه؟ میشه a به توان 2. بعد دوباره اینجا هم b ضرب در b چی میشه؟ میشه b به توان 2. حتی این مدلی هم میتونم بنویسمش. یا مثلا برای آبیوم به توان 2 حالت کسریش تو همین سواله آبیوم به توان 2. خب آبیوم به توان 2 یعنی چی؟ یعنی آبیوم ضرب در چی؟ آبیوم. خب حالا من اگه بخوام اینو به صورت توان بنویسم آ ضرب در آ چی میشه؟ میشه آ به توان 2. بعد حالا b ضرب در b چی میشه؟ میشه b به توان 2. این مدلی هم اینو میتونم حل کنم. خب یا مثلا تو همین سواله خب یه پرانتزی داره نوشته پرانتز باز y به علاوه x پرانتز بسته y به علاوه x. خب اینجا بچه‌ها تو پرانتزمون کلا y به علاوه x یعنی دوتاش تکراریه. خب چند بار تکرار شده؟ 2 بار تکرار شده این پرانتزه. پس می نویسم حتما هم پرانتز رو اینجا باید بذارم. پرانتز باز میکنم y به علاوه x به توان 2 بار تکرار شده می نویسم y به علاوه x به توان 2. خب حالا نحوه محاسبه این بچه‌ها شما توی ریاضیات 8 یا 9 یاد میگیرید. خب بعد حالا بچه‌ها مطلب بعدی که تو این قسمت مهمه تمرینای صفحه 86 هست. قسمت 2 سوال 2 تمرین. این یه سری نکات اینجا گفته که این نکته ها خیلی مهمه که من نکته ها رو الان اینجا براتون میگم. ببینید اولین نکته که ما توی این مبحث یاد میگیریم خب
اینه که هر عدد به توان 1 برابر با خود عدد است. مثال میزنم. هر عدد به توان 1، مثلا 7 به توان 1. 7 به توان 1 میشه چی؟ میشه 7. یعنی خودشو می نویسیم. خب یه بار نوشته میشه. حالا بعدی برعکس همین. 1 به توان هر عدد برابر با 1 است. بله، مثلا نگاه کنید همینو حالا من برعکسش بگم. 1 به توان 7. خب 1 به توان 7 یعنی 7 بار 1 رو ضرب کنیم. 1 رو بچه ها هر چی در خودش ضرب کنید تا 1000 بارم که ضرب کنیم چی میشه؟ 1 به دست میاد. پس 1 به توان 7 چند میشه؟ میشه 1. 1 به توان هر عدد برابر با 1 است. این جمله ها برای که تو امتحان مثلا قاطی نکنید با مثال عددی اینا رو یاد بگیری، برای خودتون مثال بزنید. وقتی میگی 1 به توان هر عدد، 1 رو باید بذارید تو پایه، بعد 7 رو بذارید توی توان. خب نکته بعدی که باید یاد بگیریم اینه که 0 به توان هر عدد به جز 0 برابر با 0 است. خب یعنی چی؟ مثلا 0 به توان 3. خب 0 به توان 3 یعنی چی؟ یعنی 0 ضرب در 0 ضرب در 0 چی میشه؟ میشه 0. یا مثلا 0 به توان 8. میگیم 0 رو هر چی در خودش ضرب کنیم چی به دست میاد؟ 0 به دست میاد. پس ما میگیم 0 به توان هر عدد به جز 0 برابر با 0. خب حالا بچه‌ها اینجا یه شرط گذاشته، گفته به جز 0. یعنی چی؟ ببینید اینو یاد بگیرید. خب 0 به توان 0 از لحاظ ریاضیات معنی نداره. ما بهش میگیم حالت مبهم. البته این برای رفع ابهام اینا شما انشاءالله تو ریاضیات دوره دبیرستان تو فکر کنم سال پایه 11 تون مبحث حد که یاد گرفته، رشته ریاضی یا تجربی یا انسانی هم که برین مبحث حد که یاد بگیرین، این برای 0 به توان 0 میتونیم رفع ابهام رو انجام بدیم. ولی فعلا توی این مقطع ما میگیم به 0 به توان 0 میگیم مبهم، حالتیه که معنی نداره تو ریاضیات. خب پس اینم مثالش، مثلا یه مثال بزنیم. 0 به توان 5 چی میشه؟ 0 میشه. خب نکته بعدی برعکس همین. هر عدد به جز 0 به توان 0 برابر با 1 است. خب بچه‌ها این برای این چیز قراردادی هست که بین مثلا بالاخره ریاضیدان‌ها اینا پیش اومده و مثلا 8 به توان 0 رو چند میزنیم؟ 1 میزنیم. خب یا مثلا 9 به توان 0 چند میشه؟ 1 میشه. پس هر عددی که به توان 0 برسه برابر با چند میشه؟ برابر با 1 هست. خب باز دوباره اینجا ما داریم شرط به جز 0 رو میزنیم. چرا؟ چون میشه حالت 0 به توان 0 که حالت 0 به توان 0 بهش میگه حالت مبهم. به خاطر همین اینجا پایه هر عددی میتونه باشه به جز چی؟ به جز 0 میتونه باشه. مثلا بچه‌ها فرض کنیم مثلا یه عدد کسری دارم. خب 4 پنجم به توان 0. خب 4 پنجم به توان 0 چی میشه؟ میشه 1. یا مثلا منفی 6 به توان 0 چی میشه؟ میشه 1. خب این نکته 4. حالا نکته بعدی که باید یاد بگیریم در مورد مفهوم میزور و مکعب هست. بچه‌ها میزور یعنی چی؟ یعنی به توان 2. پس ببینید الان مفهوم چی رو میخوام یاد بگیرم؟ میزور یا مربع. اسم دیگه میزور چیه؟ مربع. یعنی چی؟ یعنی به توان 2. خب حالا مکعب یعنی چی؟ مکعب یعنی به توان 3. خب مثلا به من میگه میزور عدد 5 رو حساب کن یا مربع عدد 5 رو حساب کن. چی میشه؟ میشه 5 به توان 2. خب 5 به توان 2 یعنی 5 ضرب در 5 چند میشه؟ میشه 25. یا مثلا مکعب عدد 5 رو حساب کن. میشه 5 به توان 3. باید به توان 3 برسونم. میشه 5 ضرب در 5 ضرب در 5. خب 5 5 تا 25 تا ضرب در 5 چند میشه؟ میشه 125. به 125 میگیم مکعب عدد 5. اینجا هم به 25 میگیم
مجذور عدد 5 یا میگیم مربع عدد 5. اینا مفهوم مجذور مکعب. خب امیدوارم که این درس اول و توان رو خوب یاد گرفته باشید. توی ویدیو بعدی در مورد نحوه محاسبه عبارت‌های تواندار توضیح میدم. همگی موفق و مؤید باشید.